سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوبم خوش اومدین. برای بخت گشایی چند تا ذکر بهتون بگم. اگر دختر یا پسرت بختشون بسته است، سنشون رفته بالا، کافیه این چند تا ذکر رو براشون بخونی، انشاءالله که براشون یک بخت قرآنی و طلایی باز میشه. به امید خود. آیه تو قرآن هست که شاکلید آیه هاست، هم برای بخت گشاییه هم برای کسب و کاره. کافیه این آیه رو بخونی و انشاءالله که درها یکی یکی به روتون باز میشه. هر روز یک بار آیات الکرسی بخونی و 100 مرتبه هم صلوات بفرستی، انشاءالله که بخت بچه هاتون باز یا میشه. همسرانی که خیلی وقت ارتباط دوستانه و صمیمانه‌ای ندارن، یا بچه هایی که با هم اختلاف دارن، تو خونه با هم دعوا میکنن، همیشه با هم قهرن، سر یه چیز سر صدا میکنن، آیه رو بخون و انشاءالله که صمیمیت، مهر، محبت تو خونتون پر میشه. 70 مرتبه آیه 33 تا 37 سوره الرحمن رو بخوندن سوره الرحمن فضای خونتون رو پاکسازی کنید. اگرم مهر و محبت زیاد میخواین، هر روز که از خواب بیدار شدی با بسم الله کاراتو شروع کن. بسم الله الرحمن الرحیم. باورتون نمیشه با یک گفتن بسم الله الرحمن الرحیم مهر و محبت تو خونتون میارین، برکت، رزق و روزی فراوون صمیمانه رو تو خونتون میارین. مگه آرامش نمیخوای؟ مگه گرفتار نیستی؟ مگه مشکل نداری؟ حتما صبح که از خواب بیدار میشی بسم الله الرحمن الرحیم رو شروع کن. کافیه فقط یک مرتبه بگی بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام برای اونایی بگم که نماز نمیخونن و نمازو سبک میشمرن. 3 چیز مهم ازتون گرفته میشه. 5 دقیقه قبل از اذان صبح از خدا بخواه. بگو خدایا من خونه ندارم. از خدا قبل از اذان صبح بخواه. بگو خدایا من خونه ندارم، مستاجرم، بیکارم، بچه ندارم، گرفتارم، مشکل دارم، با همسرم دعوا میشه، اختلاف داریم، رزق ندارم، روزی ندارم، برکت نمیاد تو خونمون، مغازمون مشتری نداره. دوستان اینا رو با همین زبون به خدا ببین که چجوری خدا برات رزق و روزی میفرسته، گرفتاری و مشکلات تو دونه به دونه حل میکنه. دوستان رزق و روزی فقط پول نیست، گاهی وقتا سلامتیه، گاهی وقتا دل خوشه، گاهی وقتا با یه چیزی آدم دلش خوش میشه. اگر با من همراهی چنل یوتیوب رو فالو کن. به امید دیدار، التماس دعا.